میگویند که خانه نخر همسایه خر، چون که همسایه هم دوست است، هم رفیق است، هم خویش است. چون که تو هر روز رو میبینی. از همین سبب هم وقتی که همسایه‌ای که بهترین باشد، البته از خویشت هم زیادتر است و از خود آدم وابسته است که اگر آدم مثلا خودش خوب باشد، البته همسایه‌اش هم خوب میشد. آدمایی هستند که به زندگی خلل میرسونن، ما در نمیفوره کمی آدما قد زندگی کنیم. میگه ها همسایه نزدیک از خویش دور بهتر، لیکن حاضر برعکس شدگی ای همسایه مثال میگوی که خیلی اینا بیا همین مثال جایی که زیست هست بیا توزه کنیم، یک کسی میفهمونی میگه که شما کیستی یا اینکه شما چیکار داری. خیش تاوری دور یک مرد مرده میشه تو میرسن که همسایه گروچود میکنن. من خودم مناسبت خوب دارم، همسایه خیلی من میندارم. این گپ در حقیقت ریشه چقدر داره، من طرفداری گپ. تا چه اندازه شما نزدیک هستید خطی همسایه؟ به حد نزدیک. همسایه خیلی خیش تاور دید کم تر دوتا همسایه خوب داره. از همسایه باید دوری بجویی. خیلی چیزاش هم دیدگیم که وقتی که کودک در حولی بازی کرده سه که در کوچه بازی کرده سه رو در پیش خانه خودت بازی کن گفته. آخر آدما هستند که به زندگیتون بخیلی میکنند یا یک چیز دیگر ما پیش زندگی را پیش میکنیم و آخر نمیفوره که زندگی پیش بره. همسایه اولش به حق خدا برابر است. وقتی که آدم‌هایی که معامله خوب ندارن با آنها رفت آمد کردن این کار انسانی نیست. از آنها کناره‌جویی میکنم تا که برای بد نرویم.